با سلام خدمت همه شهروندان عزیز دایما رول پلی. امیدوارم که اوقات خوشی رو گذرانده باشید. امروز همراه دوستانمون هستیم که تصادف کردن، مشکلی در شهر ایجاد شده. بریم ببینیم چه مشکلی پیش اومده. ممنون. عزیز شما یه توضیح بابت این تصادف میدی؟ چه اتفاقی افتاد؟ والا ببینید در وهله اول اینا همه سر این غفلت این راننده هست. ما 10 بار تاکید میکنیم آقا در حال رانندگی پشت فرمون با گوشی موبایل صحبت نکنید. سرعت مجاز آقا سرعت مجاز توی شهر 60 کیلومتره، توی اتوبان 120 کیلومتر، توی بوتوگراه 90 کیلومتر. اینو رعایت کنید. طرف رفته ماشینش رو اسپورت کرده، نمیدونم یه چیزای خاصی روش گذاشته، 400 کیلومتر در ساعت سرعت حرکت میکنه. چنین فاجعه های بزرگی تو شهر به بار میاد. شهر دائما واقعا نمیدونم چرا اینقدر تازگی آمار رانندگی خراب شد. واقعا اینا همش سر غفلت راننده است. یه پیام یادم این فاجعه پیش اومده. یه پیام بذارید من بدم به تمام این راننده هایی که بد رانندگی میکنن. آقا اگه جون خودتون براتون مهم نیست، جون بقیه براتون مهم باشه. لااقل جون اون همسرتون، بچه‌تون، رفیقاتون که باهاتون هم مهم باشه. چه اتفاقاتی نیفته. ناکار شدن. اگه حالا فوت کنن که تا آخر زندگی حسرتش به دلشون میمونه، خوبم بشن، حالا بچهای زحمتیش میدی که بتونن اینا رو درمون هم بکنن، تا آخر عمر باید رنگ بزن. اصلا درست نیست. آقا رعایت کنید، قوانین رو رعایت کنید، سرعت مجاز رو رعایت بکنید، هیچ وقت چنین مشکلی پیش نمیاد. خیلی ممنون. میریم سراغ دستیار بزرگ آقای برزی. مدیریت خوب. خیلی ممنون بابت صحبتتون. خیلی ممنون. مرسی. آیه کمال مخلصم. خواهش میکنم. آقای شیخ زاده نظر شما چیه؟ من برم بالا سر سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو دایمون، دوستان عزیز، آقای شهردار عزیز، این روستا رو لطفا رسیدگی کنین بهشون. اینجا آسفالت اصلا کنده است. حالا اگر دقت کنین کامل کنده است. باد اینجا کامل آسفالت شه. حالا چیزی که به گوش ما رسیده، چیزی که دوربینا نشون داده، دوربین این کارگاه به ما نشون داده که اون طرف اون چیز هوندا سال 25 داشته با تک شرخ می اومده. آقا نکنین تهش هیچی نیست، هیچی تهش نیست. تهش اینه مثل این آقا میافتی میمیری، آمبولانس میان میبرنت، یه خانواده رو عزادار میکنی. هیچی نیست تهش. باید حواستون به خودتون و جونتون باشین. شاید جون خود واسه مهم نباشه ولی خانواده‌تون مهمتره. یک لحظه غفلت، یک عمر پشیمانی دوستان نکنید. تهش هیچی نیست. حالا درسته ما اینجا، حالا با اینکه ما اینجا آسفالتامون درست نیست، شما که نباید به اینجا تک چرخ بزنید. نمیشه نکنید. اگه یه پیغام میتونستید بدید به خانواده ها، جوونا، چی میگفتین؟ ببین به نظر بنده باید جلوشونو بگیرن. حالا ایشون هم که تصادف کرده حتی گواهینامه موتور هم نداشته و سن زیادی هم نداشته، 17-18 سال داشته، که خانواده ها باید جلوشونو بگیرن، نذارن موتور بخرن یا موتور رفیقشون رو سوار شن یا هر چیز دیگه ای. باید خانواده مدیریت کنه اینا رو که مشکلی واسهشون پیش نیاد. اینا امانتن، این بچه ها امانتن دست این خانواده ها. آقای شیخ زاده، این شخص رفیق من بود، اومدن اعدام کار دسته. بله. خیلی ممنون آقای علی شیخ زاده. خیلی تشکر میکنم از شما و همکارتون. قربونت عزیزم. بریم سراغ همکارتون آقای رحمانی، ببینیم ایشون چه نظری داره. خدمتتون میام.
جوون مردم. اینا همه به خاطر اه. اینکه شما قوانین رانندگی رو رعایت نمی‌کنی عزیزم. اینا همه به خاطر سهل‌انگاری مگه خودتونه. من قربونت برم. بودم آقا داداش، یک نفر باید جوون. کشته بشه به خاطر اینکه یک شوتی سوار با سرعت غیر مجاز رانندگی میکنه. این درسته حتما خدایی؟ ما اینا اگه جون سالم این قائل در ببرن ما حتما برخورد می‌کنیم. یعنی چی برخورد میکنی؟ باید شما نظر یه چیزی چون کلاه گفتی کلاه ایمنی نداشته شما نظری نداری؟ کلاه هم نداشته ایشون. بنده خدا متاسفم برای این آدمایی که کلاه ایمنی نمیذارن و عین رفیق بنده کشته میشن. سنشون زیاد بود، باید یک ذره از تجربیاتش استفاده میکرد. نگاه کن موهاش سفیده، ولی خب من بیگار کنم دیگه. بله شما قصه نخورین، بریم پیش آقای رحمانیار. آقای رحمانی یه آقای برزی هم الان اینجا جوابگو نیست با این آسفالت های آشغال کشور. نگاه کن همش ترک برداشته. اینا بله رو باید درست کنن دیگه. اینا تقصیر دولت آشغاله. بله نکن. از اینم به شما بگم که ربطی به دولت نداره. این نیروی آمبولانس رو می‌بینی؟ خب این داره هیچ کاری نمیکنه، یا یک کاری انجام بده داداش. چرا هیچ کار نمیکنی تو؟ رفیق منو زنده کن. آقای عزیزم. سلطان شما دیگه اینا رو ببین جای درمان داره یا نه جای درمان. متاسفانه ایشون پاسی سفید کشیدن، ایشون اینا اه. متوسل شدن. جفتشون بله جفتشون متوسل به درگاه حق شدن. مرد آقای خوبی کمال نبود. می‌بینی فاجعه های رانندگی اینجوری. بله. الان این دو تا جوون تو اوج جوونی فوت شدن. ایشون موهاشون سفید این اینا سر خودشون هیچ. شما روایت رفتن، کن. اینا خدا خودشون رعایت. رفتن، دردشون افتاد تو خانواده هاشون. بله بله درست. آقای خبرنگار، بنده از اینجا واسه دوستان کل مردم عزیز توصیه میکنم که بله داداش نکن. من به کل مردم کشور توصیه میکنم که کلاه ایمنی بذارین که این رفیق ما انقدر سنش زیاد بود ولی تجربه نداشت. اگر داشت کلاه ایمنی میذاشت و اولین باری که براش این مشکل پیش اومد آقای پینچ هم می‌بینی منجر به مرگش شد. قوانین رو شما باید این همه ایشون تاکید نباشین می‌کنیم قوانین رو رعایت کنیم. و سعی کشته کنید میشن. که مردن دیگه کلاه اینا ایمنی تو اوج بذارین جوونی و خانواده‌هاشون اون جور داداش. چیزا رو رعایت کنید. مثلا با سرعت غیر مجاز حرکت نکنید و اینجور چیزا. خوب این نیست چیزا مورد بیشتر آقای باید آقای کمال. داشته برزی باشه. بگه، نه من. بذار من باندانا شما رو بیا به دنبال صورتش من آقای باز کمال. کنم. اگر که دقت کنید ایشون سرش خورده به آسفالت. اگر که دقت کنید بله. مغزی شده. اگر ایشون کلاه ایمنی داشت هیچ مشکلی واسش پیش نمی اومد. هیچ مشکلی. بله مشخص. شاید یکم بدنش زخمی آقای میشد ولی سرش خورده آقای به شیخزاده، آسفالت. این آقای شوتی سوار، بله این آقای شوتی سوار چرا مرد؟ نزن صبر کن نزن. حالا آقا اگر دیگه اینجا هم صحنه رو دقت ترک کنید کنید. بذارید بچه‌های زحمتکش مدیک بیان این جنازه ها رو منتقل کنن سردخونه بچه بشین. خب دوستان عزیز همینطور که مشاهده کردید حواسی به خاطر این که حواسشون جمع نبوده 2 نفر فوت کردن. امیدوارم که برایشون پیش نیاد. خیلی متشکرم تا اینجا ما رو همراهی کردین. امیدوارم که درس عبرتی گرفته باشید. خبرگزاری صدا و سیما شهر بزرگ دایموند رولبلی.